خب وابسته به مسئله که روزهای آخر به وقوع پذیرفته است، در واقع کسی رو نمیتواند در کنار گذاشت، چون که نوابسته از تمام مسئله هایی که تو امروز در وسایل اخبار عمومی بررسی شده ایستاده است، ولی تاکنون نقطه نهایی گذاشته نشده است که چرا چنین رفتار از جانب مقامات پلیس این شهر، یعنی نسبت به کودکی یا نسبت به طفلی بیگناه روا دیده شده است. چرا که ببینید وقتی که قانونگذاری امکان میدهد برای بازداشت شخصان گمانبر، در این صورت پس باید که فرزندان آنها که در واقع به واسطه البته همبستگی ندارند با چنین یک کردارهای شبهه آمیز، آنها باید که با در نظر داشت معیارهای مقرر گردیده انسانی نگاهبین کرده شود. مدامی که سخن اطراف کودک می رود و البته باید که تدبیرهای ضروری را عاید به نگاهبین کودک در این مورد البته یعنی که خورانیدن خودی کودک و گرم نگاه داشتن آن بررسی کرده میشد و در این جهت البته مسئله هایی هست که باید که بررسی کرده شوند و ما اطمینان کامل داریم که اطراف این مسئله البته ناگوار نقطه های مهم گذاشته می شود و البته سوال های گذاشته شده در اینجا جوابهای خود را پاسخهای خود را می‌یابد، چون که در مناسبت‌های بین کشورها ما تاکنون چنین یک عامل‌های یعنی تا این اندازه دهشت‌آور را نداشتیم و من فکر می‌کنم که آینده هم با چنین حالت‌ها یعنی امکان دادن ناممکن می‌باشد. به اندیشه من اگر قضیه عمرعلی 5 ماه رسانه‌ای نمی‌شد، شاید اینقدر واکنش به بال نمی‌آورد. البته زیاد هستند این گونه کودکان مهاجر تاجیک که به این گونه حالت می‌افتند و همین گونه قربان میشوند، نابود میشوند. اما دهشتناکتر در این قضیه این بود که این مراتبه به حیث قاتل کودک طرزی که در قضیه خورشید سلطان‌آوا بود، خورشید سلطان‌آوا 9 ساله که در همین شهر یعنی در پترزبورگ 11 کرد زده شده بود و هلاک شده بود، این بار در لباس قاتل کارمندان فدراسیون خدمات مهاجرت روسیه بودند و شاید محض همین نکته و آن که کودک 5 ماهه را از بطن مادرش کشیده گرفتند یک اندازه سبب شده باشد که این قضیه واکنش به بار آورد. چند مقدم وقتی که یک کودک کرد تبار هنگامی از ترکیه به یونان رفتن در قایق غرق شد، این حادثه صورت گرفته بود و واکنش زیاد به میان آورده بود و اگر که در قضیه اولان کودک دست تقدیر بیشتر احساس شود، یعنی غرق شدن قایق آنها، در قضیه عمرعلی شخصانی علاهیده هستند که سببگار مرگ او شدند. ببینید که کار به این حد رسید که دیگر حتی دست قتل به کودک 5 ماهه رسید. اکنون از قصه خورشید سلطان‌آوا یا صلاح الدین عزیزوف که سرش را بریده بودند میگذریم و ببینید که تا رفت این وضعیت بد شده است.